مقامات انتظامی روسیه یک بلاگر زاده تاجیکستان را دستگیر کردند. خبرگزاری‌های روسیه اطلاع می‌دهند که کمیته تفتیشاتی ولایت نیژنی نوگورود فخرالدین میرزامرادوف را بر اساس یک ماده قانون جنایی روسیه متهم دانسته است. میرزامرادوف که در یوتیوب با تخلص برادر تاجیک ویدیو نشر می‌کرد، به پخش اخباری بر دروغی که به سلامتی و حیات انسان‌ها خطر دارد متهم می‌شود. نسبت به این مرد 40 ساله در ولایت نیژنی نوگورود پرونده جنایی کشیدند، زیرا این منطقه همچون مکان زیستش ثبت نام شده است. بر پایه گزارش تلویزیون NTV، بلاگر را در مغازه اپتیکا که او در آنجا عینک می‌فروخت دستگیر کردند. بنا به اطلاع تفتیشات، برادر تاجیک در یک ویدیویش مهاجران را ترساند است که به نزدیکی در روسیه همه را واکسینه میزنند، ولی مهاجران به هیچ وجه به واکسینه زدن راضی نشوند، چون که هدف این واکسین زنی نابود کردن مردم غیر روس است. در ویدیوی دیگرش به گفته تفتیشات، او خواستار قتل پرره برای لطوکوب یک کارگری ساختمان شده است. در گزارش تلویزیونی همچنین از آن یاد شد که فخرالدین میرزامرادوف ماه فوریه در نزد مسجد مسکو با نیروهای آمان که حجت‌های مهاجران را تفتیش می‌کردند جنجال برداشته گفته بود که آنها حق تفتیش حجت‌ها را ندارند و این ریدشان غیر قانونی است. به این بلاگر تاجیک جریمه کلان و یا تا 3 سال زندان تهدید می‌کند.